سلام، من اومدم با چند تا آیا میدانستید دیگه. اگر از آیا میدانستید های من خوشتون اومده حتما لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید یا همون دکمه عضویت رو بزنید که کاملا رایگانه. خب بریم سر وقت آیا میدانستید ها. آیا میدانستید از نظر روانشناسی عشق در نگاه اول یک نوع اختلال روانی محسوب میشه و برای اینه که روانشناسان میگن این نوع عشق معنا نداره و فقط هوسه. یک آیا میدانستید جالب دیگه، دیدن فیلم ترسناک به اندازه 2 کیلومتر دویدن کالری میسوزونه. پس اگر میخواید لاغر بشید معطلش نکنید و یک فیلم ترسناک ببینید. و آیا میدانستید قهوه در جذب ویتامین ها و مواد معدنی اختلال و اخلال ایجاد میکنه؟ به خاطر همین هم هست که پزشکان میگن 2 ساعت قبل یا 2 ساعت بعد از غذا قهوه بخورید. در ضمن این آیا میدانستید هم باید جالب باشه که هوش کلاغ‌ها به اندازه یک انسان 7 ساله است. لطفاً اگر از آیا میدانستید های من خوشتون اومد حتما لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. حال من حتما با لایک ها و کامنتاتون و سابسکرایب کردنتون خیلی بهتر خواهد شد. خیلی سپاسگزارم ازتون. خدا نگهدار.